اما عزیزی من، هر مکتب خانه که مرا میشنوی، هر دانشجویی که برای لباس گریه میکنی و از پای لباس هستی، باید بدانیم که ما را با لباس کسی در خاطرش نخواهد داشت. همه آن بزرگانی که، همه آن عالمانی که، همه آن نفرانی که در زندگی پیشروی کردن، کسی آنها را با لباسش نمیشناسد. آیا شنیده اید سعدی شیرازی این گونه لباس داشت؟ ابن سینا این گونه خلط میپوشید؟ یا فلانی یک لقمان حکیم این گونه کفش ها داشت؟ نه، ما فقط بزرگان را از عملشان، از علمشان، از پیشرویشان شناخته ما خواهیم شناخت. برای همین عزیزان اینقدر است به جای لباس مکتب و چی میپوشی و تلاطم آن شدن باید فکر کنیم که امسال این چی میخواند. 10 ماه کودک ما به مکتب میرود، نیم روزش در آنجا میگذرد. این همه وقت اگر ما همچون پدر و همچون مادر نقشه نداشته باشیم به امید مکتب که هیچ فرزند در ذهنش هیچ چیز نیست که امسال چی میخواند فرستادیم، میبینید که بعد از 10 ماه کودک را باز تحویل میگیرید که چیزی در خاطرش نیست که چی خواند و چی ماند. و این مشکل، یعنی مصیبت این است که کودکا فردا مکتب است، من چی میخوانم، من امسال با چه برنامه از مکتب فارغ میشوم باشد، نه فردا مکتب است من چی میپوشم است. بی کودک و مادران هم همین گونه، پدران هم همین گونه. وای که معلمه ها هم همین گونه. زیادی معلمه ها هستند که برای نقشه فرزندان مردم در دست شما امانت هستند. مردم فرزندش را به دست شما میدین، شما برای نقشه خوبی داشتن که بجز فنی که درس میدیم و اخلاق برای آنها میآموزیم، شخصیت میسازیم، نه ما برای لباس خودمون که من فردا با کدام لباس روم که مرا طلبه ها چی میگویند آمادگی میبینند. پس اینجا عزیزان این مصیبت را به کجا ببریم؟ باور کنید با تمام دوستانی که شکر پروردگار اکثریتشان به مرحله دکترا رسیدگی هستند، هر باری که مینشینم من در آنها تقریبا لباس نو نمیبینم. دوستانی که همراهشان درس میخوانیم، دوستانی که در مسئله کتاب نویسی یا در مسئله ترجمه کتاب چیز دیگر با هم مشورت میکنیم، تقریبا من در آنها یک لباس رو میبینم. کسی از کسی خجالت هم نمیشود، کسی از کسی شرم هم نمیدارد. مصیبتی ما این است که میگویم کودک شرم میدارد. اگر به کودک یک پدر و مادر به ذهنش جا کند که تو از مردم در مسئله لباس شرم ندار، تو درباره بیسوادیت شرم دار، تو درباره حقارتگوییت شرم دار، تو درباره بی احترامیت یعنی بی آدابیت شرم دار، به لباس نه، به لباس شرم ندار. لباس رو بالای خر هم میتوانیم هر چیز پوشانیم. میبینید که کودک با کدام شخصیت بزرگ میشود. او به خنده یک همسنفی بیسوادش که از سر تا پا چند صد دلار رو پوشیده است و میگه کاملا خالی است اهمیت نمیدهد. میگه تو چی هستی و خنده ای تو چیست؟ سوادت نیست، برای من خنده ای تو مهم نیست. اما ما نه لباس کهنه کتی رود این خفه می شود، همسایه ها یا که دوستانش او را مسخره میکنن. آره، به مسخره شدن لباس کودکمون اینقدر خواطریم. آیا به بیسوادی کودک خواطر هستیم؟ شنیده اید مادری رو که بگوید من خیلی خجالت میشم دختره که من صنف 11 رو تمام کرد، گویا که این همه سال انگلیسی خوان، زبان انگلیسی هیچی نمیدوند، وای من خجالت میشم. شنیده اید؟ نه نمیشنویم. اما گریه مادران رو میبینید که دختره که من به ویپوسکنوی ویچر لباس کهنه پوشیده رفت و یا که نرفت به خاطر اینکه اطلسی زیبا نداشت. انا این مصیبت است که این قدر مردم زیادی ما رو بیسواد کرده ایستاده است و دلم برای این کودکان، این دانشجویان میسوزد که دیگر از مکتب برایشان فقط جای نمایش لباس ساختن. زیادی ها میگن چیکار کنیم؟ مسلمه جان چیکار کنیم که مکتب مجبور میکند؟ عزیزم، آیا مکتب لباس نو پوشگویان مجبور میکند؟ آیا مکتب لباس قیمت پوشگویان مجبور میکند؟ یا اینکه میگن نه با همین شکل لباس پوش، که از شما مجبوری نیستید که شما حتما نوش رو خرید. یعنی الکی انسانیت خود رو فقط در لباس دیدن، احترام یعنی پوشش نو بودن، یعنی تو بیسواد باشی هم ببخشید خرمیه باشی هم اگر لباست خوشرو هست تو دیگر پیش صنفی بودن رو خود مادران می آموزند. خود عائله در ذهن کودک جا کرده است که 1 سپتامبر است با لباس نو می روی، انا فلانی هوس می خورد، انا می بینی فلانی مثل تو لباسش قیمت نیست. اما کودکی که از لباس گریه کرده کودک می آید، مادر دلش گم می زند، قرض گرفته لباس می خرد. کودک از بیسوادیش شرمنده هست. در تاجیکستان بیرون از تاجیکستان اینقدر از بیسوادی شرم میکند، اما مادر پروا ندارد. من بیسواد که هستم بگذار بیسواد بماند. عزیزان، باید این تفکر خطا، این عاداتی که
عادتی که باور کنید مایان را بر رذالت برده ایستاده است. به جایی که ما به جای فخر کردن با پیشروی علمی، فخر را در یک لته دیده ایستاده ایم، در یک لباس دیده ایستاده ایم. و ببینید اینقدر بیسوادان چی پوشیده و چی ها گفته میگردن. خجالت هم نمیشوند. به خاطر چی خجالت نمیشوند؟ به خاطر اون که برای خجالت شدن حتی سواد ندارن، شعور ندارن. شعور برای خجالتی، برای بیسوادی با کتاب خواندن میشود، با علم خواندن میشود. اما ما چیکار کرده ایستادیم؟ برنامه‌ای که برای کودک یک مادر باید بکشد، اینقدر به امید مکتب نه. این همه علما و بزرگان، یکی ببینید به شاعران، یکی ببینید به دیگر تابعین و دیگر از شاگردان ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگران، اینها از دامان مادر علم را شروع کردن. دوستداری کتاب را، اگر همون روز کتاب نخواند گریه کردن را، بهای پایان گیرد به خود نآمدن را، اینها از مادر و پدر یاد گرفتن. اما فرزندان ما از ما چی یاد گرفته ایستادن؟ لباس نپوشیدن، فخر کردن با لباس که این مصیبت است. پس بیایید با همین مسئله بگذار 1 سال کودک کهنه پوشد، با کودک یاد بدهیم که عزیزی من، لباس کهنه پوشیدن این بیچارگی نیست، بیسوادی بیچارگی است. عزیزی من، خنده 2-3 نفری که لباس نو دارن هرگز نباید تو رو بیازارد. تو شخصیت قوی باید باشی، کسی باشی که خنده های 2-3 بیسواد تو رو نابود نکنه. تو باید به پیش روی. ببین وقتی پیش می روی، وقتی درس می خونی، پس از چند سال اینها در کجا می شوند و شما در کجا می شوید؟ من بارها به شاگردان، به دخترکان 17 ساله 18 ساله میگویم دخترکان، هر کسی رو ما به خاطر داریم، به خاطر اخلاقش در یاد ما هست، به خاطر سوادش در یاد ما هست. کسی رو ما با لباسش در یاد نداریم. در یادتون هیچ نیست که فلانی رو خیلی دوست می داشتم، فلان لباس می پوشید. نه، ما میگیم این گونه اخلاق داشت، این گونه صحبت داشت، این گونه آداب داشت. پس بیاید به فرزندان خود هم یاد بدیم عزیزان که پیشروی، علل خصوص مکتب، علل خصوص دانشگاه، جای نمایش دادن لباس نیست، جای ذهن خود را صیقل دادن، جای علم و آداب گرفتن است. و اینجا در ما حدیث ابو هریره است، در صحیح بخاری و دیگر کتاب ها هست. پیامبر دعای بد میکنن آنی که بنده لباس است. تعیس عبدالخمیس و عبدالخمیل، یعنی هلاک شود، بدبخت شود آنی که بنده لباس است، بنده متاع و قماش است. باز در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تعیس و انتکس، نابود شود، هلاک شود، بدبخت شود. و اذا شیک فلانتقش، وقتی بلای به سرش می آید بگذار بلا از سرش نرود، در بلا بماند. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی بنده لباس شد، دیگر خیال او فقط لباس می شود، پیشروی او فقط لباس می شود، گریه او به خاطر لباس می شود، خرسندی او به خاطر لباس می شود. وقتی انسان متعلق به لباس شد، دیگر می بیند و هیچ چیز رو فکر نمی کند. با یک پارچه لباسی که بالای سرش می پرتایی و دیگر دلش رو به تو می کشاید، و یک لباس کهنه‌ای که مبادا دادی، دیگر تمام بدیهایت رو فراموش می کند. وقتی انسان بنده لباس شد. اما مایان اکثریت، مصیبت اینجا است که اکثریت کودک خود را بنده لباس شدن را یاد داده ایستادیم، در حالی که دعای بد پیامبر است بالای کسی که دیگر همیشه فکر و خیالش لباس است، فکر و خیالش لباس است، دیگر چیزی رو نمیداند. پس بیایید این مسئله رو یک بار از نزدیکتر ببینیم، یک بار با فرزندان صحبت کنیم، یک بار به فرزندان یاد بدهیم که چگونه او بر ضد شهوت خود، یعنی خواهش خود، بر ضد خواهشان دیگران، او میتواند همون طوری که ساده و بدون ریاکاری و بدون نوپوشی و پول زیادی پدری مرد کاری بیچاره را صرف کردن به مکتب رفته میتواند، با لباس کهنه رفته میتواند و او میتواند به همسنفانش یاد دهد که پیشروی لباس نه. معلم کسی را احترام میکند که عقل بالا دارد، سواد بالا دارد، نه اینکه لباس قیمت‌تر دارد. باید این رو با فرزندان صحبت کنیم. و این چنین دخترکانی که دانشجو هستند که زیاد الکی با هم در تماس هستند، عزیزان، خواهرکان، 5 سال دانشجویی میگذرد، بعد از 5 سال شما یکی میبینید که در میه هیچ چیز نیست، اما قوت به قوت لباس های پوشیده شما یک طرف هست، نه در یک جای شما می توانید درست کار کنید، نه از صحبت شما کسی حس می کند که شما یک انسان فارغ التحصیل هستید و دانشگاه رو ختم کردید، چون تمام 5 سال شما به جای فکر کردن درباره کتاب انا امسالم گذشت، من چی خوندم، من چی کار کردم، من چی گرفتم و چی دادم می توانم، ما این بود که من چی پوشیدم و امسال چی می پوشم. پس باید مدتی مکتب یا گفتیم
وقتی درس خوانی، وقتی دانشجویی، یک وقتی هست که گمان میکنیم خیلی آسان است، زود میگذرد، اما نصف عمر است، یعنی نصف عمر جوانی است، تمام کودکی فرزندان ما رو میگیرد. بیاید برای کودکان نقشه کشیم، برای مکتبشان بعد از مکتب چی میخواند چی نمیخواند، یک نقشه خوبه برای امسال از سپتامبر تا ماه می کودک من چی ها باید خواند، از پس این باشیم، نه اینکه از پس اون باشیم که چی میپوشد و بعداً باز چه خیل با کدام لباس می رود و چیز دیگر. این بود صحبت من همراه شما. خیلی امید دارم از الله یگانه که تاثیر کند برای خواهران و مادران عزیز و این سال رو سال لباس نه، سال دانش و سال پیشروی در علم برای خود قرار بدهند و تصمیم گیرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.